ما داریم با سرعت 200 کیلومتر نزدیک تقاطع میشیم. ترمز بریدیم. هر کاری میکنیم پدال گاز گیر کرده و سرعتمون کم میشه. و بعد صدای تصادف. این صدایی بود که پلیس بزرگراه آمریکا ضبطش کرد و به صورت بسیار گسترده پخش شد بین مردم آمریکا. اونا سوار یه لکسوس بودن که ترمز بریده بود و پدال گازشون گیر کرده. 6 ماه طول کشید و مدیران تویوتا هیچ عکس‌العملی نشون نداد. چند بار دیگه این اتفاق افتاد و بالاخره پلیس بزرگراه آمریکا به تویوتا تذکر داد که باید رسیدگی. اتفاق عجیبی که افتاده بود، یه آقایی به نام لی تو همین مدت با سرعت 100 کیلومتر از پشت به چراغ قرمز زد و به یک ماشین دیگه و تمام سرنشینای اون خودرو مرده بود و به جرم قتل غیر عمد افتاده بود توی زندان. تویوتا مجبور شد بزرگترین فراخوان تاریخ خودشو بزنه و 4.5 میلیون خودرو رو به نمایندگیاش فرا بخوره و بالاخره گردن بگیره که پدالای گاز ما یه مشکل مکانیکی داره و گیر میکنه. با همین پیامی که تویوتا به دنیا داد باعث شد که اول از همه آقای لی از زندان آزاد و بعد یک تصویر بسیار زشت از تویوتا تو ذهن مردم آمریکا حک بشه. میخوام بهتون بگم وقتی یه حقیقت در زمان درست مطرح نشه و با تأخیر اعلام بشه دیگه یه حقیقت نیست، اون یه اعتراف. شما توی کسب و کارتون واقعا اگر مشکلی دارید و به 10 تا از مشتریاتون زنگ میزنید یا اونا به شما یه بازخورد بدی راجع به کسب و کارتون یا محصول و خدمتتون بهتون میدن، اونو به عنوان یه هدیه قبول